السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز، امیدواریم که باز هم جور و صحتمند و سر حال بوده و امروز به خاطر 170 فامیل مواد خوراکی اولیه را در نظر گرفتیم که شامل همو آرد، روغن، برنج و سایر مواد اولیه دیگه که در داخل شاید این ویدیو به شما معلوم شود به خاطر افراد اشخاص فقیر و بی بضاعت و یتیم آوردیم. الحمدلله بنیاد خیریه نصیر در ماه مبارک رمضان بیحد کمک‌های بیشتر را انجام داده و بسیار زیاد خوشحال هستیم از الله متعال که این فرصت به ما مساعد ساخت تا با این مردم کمک و همکاری کنیم و از امو افراد اشخاص اهل الخیر که همیشه با این مردم کمک کردن، همیشه دستشان در شرایط سخت و در این ماه مبارک رمضان گرفتن، از اونها بسیار زیاد تشکر میکنیم. جزاک الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله.